پرویز مرادوف یک مرد تاجیک شهروند روسیه که گویا با اتهام استفاده الفاظ قبیح در جای جمعیتی بازداشت شد 34 روز را در بازداشتگاه سپری کرد. ولی در این مدت به گفته خود مرادوف او را نه از روی این اتهام بلکه به خاطر گرفتن معلومات درباره شخصی که به سوریه رفته است عذاب و شکنجه کردند. حالا نه خودی پرویز مرادوف و نه وکیلان او باور ندارند که مشکلات او دیگر پشت سر شد. تلاش او و همسر حامله‌دارش برای ترک روسیه کردن به نتیجه انجامید. آنها باور دارند که قربانی پرونده ساخته مربوط به افراطگرایی شدند. پرویز مرادوف سال 2005 به هدف کار بر روسیه رفت. در آغاز حمالی میکرد، بعد تاکسیران شد. بعد چند سال شهروند روسیه شد. بعد ازدواجش با سویتلانا در سال 2008 همسر روسش دین اسلام را قبول کرد. سویتلانا در صحبت با رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی گفت که از صنف 9 مکتب احساس کرد که به دین اسلام توجه دارد و این هم در زمانی بود که به گفتش هیچ یک دین را نمی پرستید. و گفت فرهنگ اسلامی و تاریخ آن همیشه در مد نظرش بود و پرویز بعداً راهنمای او به دین اسلام شد. آن سالها پرویز ریش و موی دراز داشت و روزی به همین خاطر دچار مشکل شدند. در کوچه نزدشان دو مرد ظاهراً مست آمد از سویتلانا طلب کردند که به عنوان یک زن روس از حجاب دست کشیده با مرد غیر روس رابطه نداشته باشد. یکی از مردم به نشان تهدید کارد را نمایش داد. به گفته آنها پرویز خواست از همسرش حمایت کند و یک آهنپاره را به دست گرفت. ماجرا باز زنازنی انجامید. دادگاه حکم کرد که لطوکوب مخصوص و با هدف رساندن ضرر جسمانی رخ داد و پرویز مرادوف به 5 سال زندان محکوم شد. بعد آزاد شدنش از زندان همسران اتاق زیستی خود را در مسکو فروخته در شهر کراسنودار خانه خریدند. پرویز میگوید در آغاز از حساب تاکسیرانی پول میافت. بعد این خانه را فروخته یک فروشگاه میوه و سبزیجات گرفتند و در آغاز زندگی خیلی بهتر شد. سویتلانا حامله‌دار شد ولی روزی 7 میلیون پرویز بیرون رفت و دیگر برنگشت. سویتلانا میگوید که تمام آن روز نتوانست با پرویز تلفنی در تماس شود و شام آن روز رفته به پلیس محلی زیستش عریضه داد و از ناپدید شدن همسرش شکایت کرد. تنها ساعت‌های 9 شام پرویز زنگ زده گفت که در اداره پلیس شهر گوریاچی کلیوچ است که در 50 کیلومتری کراسنودار میباشد. او را گویا برای استفاده الفاظ قبیح بازداشت کردند. خود پرویز بر رادیو آزادی گفت که در اصل او را خلطه انداخته بودند. به گفته او بازداشت کننده ها او را لطوکوب و با نیروی برق شکنجه کرده خواستند ارتباط او را با یک تاجیک دیگر با اسم فضل‌الدین بازاربایف مشخص کنند. این شخص به گفته مرادوف زمانی در زندان بودنش با او در حبس شناس شده است. پرویز میگوید مدت بعد آزاد شدن از زندان با فضل‌الدین در تماس بود ولی بعدا او به ترکیه رفت و یک دفعه زنگ زده گفت که نیت سفر به سوریه را دارد. با گفته پرویز همین سبب شد و او به نیت‌های فضل‌الدین شبهه و دیگر تماسش را با او قطع کرد. پرویز میگوید همه اطلاعی را که درباره فضل‌الدین داشت به نفران او را بازداشت کرده گفت. بعد این آنها طلب کردند که باید به حیث یک جاسوس یا خبرکش با آنها کار کند و مسجد به مسجد گشته بفهمد که چه شخصی نیت سفر به سوریه را دارد. و گفت بازداشت کرده ها تهدید میکردند که اگر با آنها همکاری نکند او را برای ابد به زندان انداخته همسرش را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت میکنند. تنها بعد مراجعت سویتلانا به سازمان مساعدت شهروندی و با کمک یک وکیل دفاع مستقل پرویز مرادوف آزاد شد. مدافعان حقوق انسان میگویند قضیه مرادوف خیلی شبیه به پرونده‌های دیگر است که سالهای آخر رخ میدهند. حالا به قول فعالان حقوق شرایط بود و باش همسران مرادوف در روسیه سنگین و هم خطرناکتر می شود. دفعه دیگر آنها تلاش خواهند کرد همراه با ژورنالیستان و وکیلان دفاع از کشور خارج شوند.